دوستان سلام، به چنل قرمز استوک خوش اومدید. امروز اومدیم با هم فیسبوک تو رو بررسی کنیم. از ویژگی کلیدی این دستگاه میتونیم به صفحه نمایش با کیفیت، طراحی چند منظوره، پردازنده‌های قدرتمندی که داره، کارت گرافیک اختصاصی، قابلیت لمسی و سرفیس پن، اتصالات متنوع و همچنین باتری با طول عمر طولانیش اشاره کنیم. اولین چیزی که توی طراحی این دستگاه به چشم میاد قابلیت جدا شوندگی صفحه نمایش از کیبورد هست. طراحی خارجی مشابه لپتاپش، فلزی و سبک بودن بدنی اون، لوگوی سرفیس شناخته شده روش، اتصالات گسترده‌ای که داره، حسگر اثر انگشتش و کیفیت ساخت بالاش همگی توی طراحی زیبایی که داره به چشم میاد. این دستگاه داره صفحه نمایش 13.5 اینچیه که نسبت تصویر 3:2 داره و همچنین با تکنولوژی پیکسل سنس رنگ‌های زنده و دقت بالایی رو ارائه میده. قابلیت لمسی اون به همراه پشتیبانی از سرفیس پن این دستگاه برای کارهای خلاقانه و حرفه‌ای بسیار مناسبه. فیسبوک تو به خاطر داشتن بلندگوهای استریو دوگانه، کیفیت باس بالا، تنظیمات صوتی و کیفیت مکالمه در ویدیو کنفرانس تجربه صدای فوق‌العاده‌ای رو به کاربرش ارائه میده. باتری قوی و ظرفیت بالایی که این دستگاه داره با قابلیت فست شارژ و حالتهای مختلف مصرف باتری باعث میشه که کاربر بتونه به مدت 12 ساعت توی شرایط معمولی از این دستگاه استفاده کنه. همچنین این دستگاه به دلیل داشتن حافظه رم بالا و گرافیک مناسب میتونه به راحتی از بازی‌های مختلف و طراحی‌های سنگین پشتیبانی کنه. و اما بریم سراغ تاچپد و کیبورد این دستگاه. طراحی کیبورد این دستگاه محکم و مقاومه، نور بک‌لایت رو داره و ترکیب کلیدها با زاویه مطلوب و حس خوبی برای تایپ کردن طولانی مدت به کاربر ارائه میده. اندازه بزرگ تاچپد فیسبوک تو و همچنین حساسیت بالایی که داره باعث میشه تمام انتظارات کاربران از یک لپتاپ کیفیت بالا رو برآورده کنه. فیسبوک تو داره یک تنوع خیلی وسیعی از پورت‌ها برای اتصال به دستگاه و تجهیزات مختلفه. به عنوان مثال پورت USB-A، USB-C، پورت SD کارت، جک هدفون، مینی دیسپلی پورت و پورت سرفیس کانکت در صفحه نمایش. و اما از نقاط ضعفی که توی این دستگاه میتونیم بهش اشاره کنیم، اولین مورد وزن و حجم اونه که توی مقایسه با بعضی از لپتاپ ها وزن و حجم فیسبوک تو ممکنه برای بعضی از افراد ایجاد مزاحمت کنه. دومین نقطه ضعف قیمت بالای اونه که حتی ممکنه به چندین هزار دلار هم برسه و به همین دلیل بعضی از کاربران از نظر اقتصادی از خرید اون منصرف میشن. مورد بعدی سخت افزار ثابت توی صفحه نمایشه. توی حالت تبلت این مدل سخت افزار مرتبط با پردازنده و کارت گرافیک توی صفحه نمایش نیست و ممکنه باعث افزایش وزن و حجم تبلت بشه. مورد بعدی عدم امکان ارتقاء قطعات اونه و آخرین مورد مصرف باتری در حالت تبلته که همونطور که یه سری از کاربران هم بهش اشاره کردن هنگام استفاده در حالت تبلت و مصرف باتری ممکنه به نسبت حالت لپتاپ بیشتر باشه. اما به هر حال این نقاط ضعف برای بعضی از افراد ممکنه تا حد زیادی تاثیرگذار نباشه چون وابسته به نیازها و ترجیحات هر کاربر هستش. مرسی که تو این ویدیو هم ما رو همراهی کردین. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما توی کامنت ها بهمون بگین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.